چجوری میتونیم اعتماد به نفسمون رو ببریم بالا؟ خب خیلی راه‌ها داره، ولی بعضیا میگن باید سعی کنید دیگران برات مهم نباشه، نظر دیگران برات مهم نباشه. تا یه حدی این درسته، ولی همین هم خودش مسیر تمرین کردنش به نظر من تعیین کننده است. یعنی چی؟ یه موقع است که شما به خودت میگی که من باید فقط استانداردهای خودم و احترامی که خودم برای خودم قائلم برام مهم باشه و نظر دیگران هیچ اهمیتی نباید برای من داشته باشه. پس باید شروع کنم تمرین کردن که اصلا به نظر دیگران اهمیت ندم. یه اشتباه بزرگی که اینجا متداول رخ میده اینه که آدما شروع میکنن در راستای این که نظر دیگران براشون مهم نباشه از دیگران خودشون رو متنفر میکنن. یعنی فکر میکنن باید یه کاری کنن که اون آدمای دیگر رو دوست نداشته باشن. فکر میکنن راه حل اینه که اگه آدمای دیگر من دوست نداشته باشن پس نظرشون هم دیگه برام مهم نیست و میتونم راحت باشم به خودم تمرکز کنم. بزرگترین اشتباهه، چون پر از خشم میکنه ما رو و انرژی منفی و تنفر، بعد باعث میشه درست نتونی به خودت هم تمرکز کنی. فکر میکنم شاید یکی از راه حل‌های جایگزینش این باشه که من به این فکر کنم که خودم چه پتانسیلی دارم و خودم با خودم مسابقه بدم به جای اینکه من بخوام با دیگران مسابقه بدم. خودم رو با خودم مقایسه کنم و میزان احترامی که برای خودم قائل هستم نسبت به دستاوردهای روزانه من بالا پایین نشه. یک. دو، میزان احترامی که برای خودم قائل هستم نسبت به برتری‌های مقطعی من از دیگران و یا برتری اونها از من هم بالا پایین نشه. میزان احترامم برای خودم ثابت باشه و طرز رفتارم هر روز بهتر کنم که نسبت به دیروز خودم آدم بهتر باشم بدون اینکه سعی کنم از دیگران متنفر شم. من میتونم آدمای دیگر دوست داشته باشم ولی نظرشون اونقدر اون تاثیر نذاره که هر لحظه مثل برگی رو آب از این ور اون ور کشیده باشم، ولی میتونم برای نظرشون احترام قائل باشم و تو خلوت خودم بهش فکر کنم و اینجوری هر چند وقتی بار استانداردهای خودم رو بازیگونی کنم. موضوع خودتون باشه.